فکر کن اگر همین حالا تمام بدنت تبدیل به یک تکه استخوان یک پارچه میشد، چه بلایی سرت می آمد؟ ما حرکت می کنیم، می نشینیم و می نویسیم، اما فراموش کرده ایم که بقای ما به بند وجودمان وابسته است. بیایید پرده از یک مهندسی فوق پیشرفته برداریم. مفصل یعنی جایی که دو یا چند استخوان به هم میرسند. شاید ساده به نظر برسد، اما این لولاهای گوشتی شاهکار بی‌نظیر مهندسی الله متعال در بدن ما هستند. فکر کن اگر دستت از شانه تا مچ هیچ مفصلی در آرنج نداشت. دست تو مثل یک چوب خشک عمل می‌کرد. نمی‌توانستی لقمه‌ای به دهان ببری و نه حتی صورتت را لمس کنی. چه کسی با این دقت ریاضی دقیقاً در جایی که نیاز به خم شدن بود این مفصل‌ها را قرار داده است؟ بیایید با کسانی که میگویند همه چیز تصادفی است کمی صحبت کنیم. چطور تصادف ممکن است در هر 10 انگشت دست تو دقیقاً به یک شکل و در یک جای مشخص این مفاصل را قرار دهد بدون اینکه حتی یکی را فراموش کند؟ چرا در طول تاریخ هیچ انسانی با استخوان یک پارچه در دست به دنیا نیامده؟ این نظم میلیمتری امضای یک مدبر حکیم است که از اتم تا کهکشان را با قانون اداره می کند، نه با اتفاق. یک لحظه به مفصل فک خود فکر کن. اگر این دو استخوان به هم جوش خورده بودند، چطور می‌خواستی دهانت را برای یک جرعه آب باز کنی؟ بدون این مفصل کوچک نه کلامی منعقد می‌شد و نه غذایی بلیده می‌شد. انسان به یک تندیس ساکت تبدیل می‌شد که از گرسنگی جان می‌داد. آیا هنوز هم فکر می‌کنی اینها فقط تکامل کور است؟ عجیبتر از همه قفسه سینه است. برای هر دم و بازدم دنده‌های تو باید حرکت کنند. اگر مفاصل میان دنده‌ها و ستون فقرات نبود، قفسه سینه مثل یک قفس آهنی راه نفس تو را می‌بست. تو برای هر نفس کشیدن مدیون لولاهایی هستی که حتی آنها را نمی‌بینی. بدون این انعطاف، هر ضربه یا سقوط ساده به جای خم شدن بدن منجر به خرد شدن تمام استخوان‌هایت می‌شد. دوستان من، حقیقت این است: ما یک ماشین خودکار نیستیم. ما یک